میدونی چرا آمریکا با وجود این همه دشمنی هنوز دنبال مذاکره با ایرانه؟ اون چیزی که باعث شده ترامپ به دنبال توافق با ایران باشه وجود یک گنج واقعی در ایرانه، معدن لیتیوم همدان. اخیراً توی همدان یه معدن لیتیوم با ذخیره 85 میلیون تن کشف شده. یعنی فقط همین یه معدن میتونه آینده انرژی و تکنولوژی دنیا رو عوض کنه. ترامپ قبلاً هم با چین سر منابع لیتیوم اوکراین رقابت کرده و برنده شده، در حالی که کل ذخایر لیتیوم اوکراین فقط 500,000 تنه. حالا چشمش به لیتیوم ایران افتاده. هر کی برنده این رقابت بشه عملاً آینده اقتصادی و صنعتی دنیا رو به دست میگیره. این منبع به قدری ارزش داره که میتونی باهاش کل کشور قطر رو بخری. حالا میفهمی چرا آمریکا دنبال توافقه؟ ایران ثروتمندترین کشور دنیاست، اما متاسفانه تنها کشوریه که زیرش پر از گنج ولی روش پر از رنج. برای دیدن اخبار روز دنیا همین الان ما رو دنبال کنید.